السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستای عزیز، رسول الله صلی الله علیه و سلم اسم السلام الله را چه قسم معرفی کرده؟ ما و شما در قسمت دوم این درس هستیم. صفت اسم و صفت السلام الله سبحانه و تعالی را فهمیدیم و حال میگیم که رهبر ما و شما، رهبر سیاسی ما و شما، رهبر جهادی ما و شما، رهبر اعتقادی ما و شما، رهبر فکری ما و شما که رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، اسوه ما و شما هست. برای ما امی اسم السلام الله سبحانه و تعالی را چه قسم معرفی کرده هست؟ اول رسول الله صلی الله علیه و سلم اسم السلام بیان میکنه که الله سبحانه و تعالی ذات سلامت نگهدارنده هست، یعنی ما را سلامتی میده. یعنی ما وقتی که سالم هستیم، این سلامتی ما از جانب ذاتی هست که او صفتش السلام هست، که خودش از تمام عیبها سالم هست و تمام صفات کمال داره و برای ما هم سلامتی میده. امام مسلم رحمه الله در کتاب صحیح مسلم روایت میکنه عن ثوبان قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این قسم بودن که اذا انصرف من صلاته، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی نماز خود ختم میکردن، استغفر ثلاثا، 3 مرتبه استغفر الله میگفتن. و قال و باز بعد از میگفتن اللهم انت السلام، یا الله، امرای الله سبحانه و تعالی سخن میگفتن. السلام علیکم و رحمت الله، سلام خلاص کردین، باز به الله سبحانه و تعالی سخن میکنه که یا الله، اللهم انت السلام، یا الله تو ذات هستی که السلام هستی، از تمام عیبها پاک هستی و تمام صفات کمال تو داری و منک السلام، و سلامتی برای ما هم از جانب تو میشه، یعنی سلامتی هم از جانب تو هست. هر کسی را که بخوای سلامت نگه بداری، سلامت نگه میداری. یا الله ایمان ما را سالم نگه بدار، یا الله عقیده ما را سالم نگه بدار، یا الله ما را از گناه ها سالم و پاک نگه بدار. این قسم و منک تبارکت ذل جلال و الاکرام، تو بسیار با برکت است، یعنی تمام خیر و نیکی از جانب تو است. ایا ذا الجلال و الاکرام، ای صاحب جلال و عظمت. خب دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی را میگه که ذات با عظمتی که سالم از هر عیب، نقص، شریک و نظیر و مثل می باشند. امام بخاری رحمه الله روایت میکنه عن عبدالله كنا اذا صلینا خلف النبی صلی الله علیه و سلم، میگه ما وقتی که پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میخواندیم، باز میگفتیم السلام علی جبرائیل و میکائیل، السلام علی فلان. مثلا در تحیات میگه ما در اینجا وقتی که میگفتیم، باز میگفتیم السلام علی جبرائیل و میکائیل، السلام علی فلان و فلان. میگفتیم سلام بالای فلان باشه، سلام بالای فلان باشه. فالتفت الینا رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه بر ما رو در داد رسول الله صلی الله علیه و سلم، فقال، گفت ان الله هو السلام، متوجه باشین یقینا که الله سبحانه و تعالی او السلام هست، یعنی دارای تمام صفات عالی و خالی و پاک از تمام عیب هست. فاذا صلى احدكم، وقتی که نماز خوان یکی از شما، فلیقل، پس بگوید التحیات لله والصلوات والطیبات والسلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. در سومی چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ذات با عظمتی که مصدر تمامی سلامتی و امن هست. امام بخاری روایت میکنه این هم از عبدالله، میگه اذا كنا مع النبی صلی الله علیه و سلم فی الصلاه، میگه وقتی که ما با همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز میبودیم، قلنا، میگفتیم السلام علی الله من عباده السلام، من عباده السلام علی فلان و فلان. میگه ما میگفتیم سلام بر الله از بنده هاش، السلام بالای فلان و فلان. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم ما گفت که لا تقولوا السلام علی الله، شما نگوین که سلام بر الله. چرا؟
فإن الله هو السلام، خود الله سبحانه و تعالی ذات السلام هست. او از عیبها خلاص است، او ذاتی هست که دارای تمام صفات عالی هست. ولكن بگوین التحیات لله و الصلوات و الطیبات و السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا، یعنی از الله بخواین که یا الله ما را سلامت نگه بدار، و علی عباد الله الصالحین، و سلام بالای بنده های صالح. فانکم اذا قلتم، اگر شما امیر گفتین، اصاب کل عبد فی السماء او بین السماء والارض، اینمی دعای شما بر تمام بنده های الله در آسمان ها هست. وقتی گفتی و علی عباد الله الصالحین، بر ملائکه هم میرسه، بر حمل عرش هم میرسه، بر دیگه مخلوقات و بنده های صالحی که در جنیات از بر از اونها هم میرسه، برای انسان ها، برای کلگی آنچه که در بین آسمان ها و زمین است. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ثم یتخیر من الدعاء اعجبه الیه، باز هر دعایی که خوشتان آمد او را اختیار بکنید فیادو دعا بکنه. پس اینجا السلام چی کرد؟ معرفی کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.